قدیمی‌ها میگن از این کوکو تا اون کوکو فرجه. بله درست میگه. آقا پس با قدیمی‌ها کاری نداریم، میریم سراغ دو تا روش جدید. هویج و سیب زمینی و نوالی رنده کن. یه کوچولو نمک بزن. اگرم رنده ریز می‌کنی حتما مواد تو آبشون رو بگی که وا نره. بهش یکم پیاز شو، نشاسته ذرت و تخم مرغ و زیره بزن. مقدارش همه رو تو کپشن نوشتم. میتونی توپی، میتونی مثل کوکوی معمولی، هر جوری دوست داری سرخش کن. دوست داشتی فالو کن که بریم برای بعدی. میگن کدو رو هر وقت از آب بگیری تازه است. اوه درست میگی. منظورم این بود که یعنی کدو رو حتما آبشو بگیری. این روش هم خیلی سریع و خوشمزه است. هویجو با کدو و سیب زمینی رنده کنید، بهش نمک بزنید، آبگیری کنید قشنگ. پیازشو و سیر و تخم مرغ و آرد بهش اضافه کنید. نشاسته ذرت البته بهتر جواب میده. مقدارش هم همه رو تو کپشن نوشتم. قشنگ مخلوط کنید، کف سینی پهنشون کنید، روش پنیر و ذرت بریز با یکم اورگانو. 30 دقیقه بذار تو فر با دمای 190 درجه. تو مایتابه هم میتونی سرخش کنی اگه دوست داری. فالو کن که کلی ترفند جدید یاد بگیری.